اگه تو دنیای متاورس یا NFT داری فعالیت میکنی یا تو دنیای کریپتوکارنسی فعالی یا به هر نحوی، حالا اصلا با اینترنت آشنایی و میچرخی و از اخبار روز خبر داری یا آپدیتی، حتما مباحثی مثل بازی کن و پول در بیار، راه برو پول در بیار و اتفاقاتی انجام بده و پول در بیار به گوشت شنیده. خیلی از اینا خب نوشته های زرده، خیلیاش فقط برای جذب ویو و کاربره، خیلیاش فقط برای اینکه شما رو تشویق کنن که بیای و این ویدیو رو تا آخر ببینی. ولی این ویدیو از اون دست ویدیوها نیست. ببینید تو دنیای کریپتو، تو دنیای NFT، تو دنیای متاورس یه سری مباحثی وجود داره به اسم X to Earn. X to Earn یعنی چی؟ یعنی یه سری فعالیتی انجام بده و در ازای این فعالیت ها پول در بیار. البته نکته که اینجا باید بگیم و لازم به ذکر اینه که اینجوری نیست که شما یه فعالیت خیلی کمی انجام بده و یه مقدار خیلی زیادی پول به دست بیار، یا یه فعالیت متوسطی انجام بده و فعالیت زیاد و پول زیادی به دست بیار. نه، حالا عبارت درستش اینه که بگیم تو دنیای NFT، متاورس و کریپتوکارنسی، علل خصوص مبحث X to Earn، شما باید فعالیت خیلی زیادی انجام بدی و در کنار این فعالیت خیلی زیاد مبلغی رو دست میاری که اون چنان مبلغ بالایی نیست. یعنی شما فکر نکن که میتونی بیای یه مبحث X to Earn، حالا مثل Move to Earn یعنی راه برو پول به دست بیار، یا Play to Earn یا بازی کن و پول به دست بیار رو به عنوان یه شغل یا یه کار واقعی تو زندگیت انجام بدی و ازش پول داری و خرج و مخارج تو بگذرونی. نه، این یه مبحث چرت و پرت و دروغی بیشتر نیست. اتفاقا تو این گونه بازی ها، تو این گونه فعالیت ها، مبلغی شما به دست میرسه مبلغ زیادی نیست. حالا ممکنه یه جاهای استثنا وجود داشته باشه ولی عموما مبالغ بسیار بسیار پایینیه. هدفش بیشتر برای اینه که برای اون سامانه، برای اون پلتفرم، برای اون بازی یا هر چی که میخواد باشه یوزر و کاربر جذب کنه و خب طبیعتاً کریپتوکارنسی شو که حالا یه کوچولو جلوتر میگم یعنی چی بالا ببره. و خب شما از فعالیتایی که داری در طول روز انجام میدی به عنوان فعالیت متفرقه و پولی برات نداره و فقط داری وقت تو هدر میدی، حالا این برات یه سرگرمی باشه که در کنارش داری یه پولی هم خیلی کوچولو خیلی ریز در میاری. البته نکته‌ای که مهمه اینه، اون که گفتم جلوتر میگم، اینه کریپتوکارنسی های توی بازی ها. ببینید بازی های نسل وب 3 یعنی بازی های کریپتویی، بازی های متاورسی، بازی های NFT، حالا یه سری جوایز دارن، یه سری درآمدها دارن که این درآمدها و جوایز یا به صورت NFT به شما داده میشه. یعنی چی به صورت NFT؟ مثل کاستوم میتونه باشه، میتونه لباس باشه، میتونه وسایل توی بازی باشه، اکسسوری باشه که خب در مارکت پلیس های NFT قابل نقد شدنه و میتونی به پول تبدیلش کنی. یا اینکه در ازای اون فعالیتی که داری توی اون بازی انجام میدی، play and earn یا play to earn، در ازای اون فعالیتی که انجام میدی کریپتوکارنسی یا رمز ارز بومی خود اون بازی رو بهت بدن که خب این باعث میشه اون رمز ارز هم به مرور زمان و در طول دراز مدت افزایش قیمت داشته باشه. حالا اینا توضیح کوچولو بود. هدف از این ویدیو چیه؟ میخوایم توی این ویدیو با هم 6 تا بازی که بهترین بازی های حالا کریپتوکارنسی و NFT و فضای متاورس بودن توی سال 2023 رو با هم بررسی کنیم. قبلا با هم توی ویدیوهای دیگه بازی هایی که سال آینده ممکنه خیلی هایپ بشن رو بررسی کردیم. الان چیزی تا پایان 2023 نمونده، اما همین که این بازی ها توی این سال گذشته بازی های آپدیتی بودن، درآمد خوبی داشتن و خوب تونستن رشد کنن، نشون میده که اینا ممکنه آینده درخشانی هم داشته باشن. هنوز دیر نیست که بدونیم این بازی‌ها چیه و خب چرا وقتمون رو الکی هدر بدیم، چرا بازی انجام بدیم که فقط حالت سرگرمی برامون داره. میتونیم بازی‌هایی انجام بدیم که برامون یه کوچولو پولسازی هم بکنه و مفید باشه. بریم با هم ببینیم این بازی‌ها چیه. خب بازی اول اسمش هست بلانکوس بلاک پارتی. یه بازی رایگان و چند نفره آنلاینه که توسط میتیکال گیمز و ترد کاین گیمز ساخته شده. طبیعتا روی بلاکچین ایاس هم اجرا میشه و جوایز تو این بازی به صورت توکن های غیر قابل مثلی همون NFT هان. میتونید تو این بازی NFT رو به صورت جایزه دریافت کنید، با پول نقد واقعی هم عوضش کنید. تو این بازی میتونید دنیاهای جدید کشف کنید، مأموریت ها رو کامل کنید و تو مینی گیم های مختلف دیگران رو هم به چالش بکشید. بازی دوم یه نقطه قوت داره. نقطه قوتش اینه که بازی موبایلی و شما با اپلیکیشن میتونید بازیش کنید. با فناوری بلاکچین توسعه پیدا کرده. طبیعتاً اسم این بازی تتان آرنا، ترکیبی از مهارت‌های شخصی و کار گروهی. 2 تا توکن هم داره، توکن های THG و GTHC که به عنوان پاداش به شما داده میشه. شما میتونید با شرکت تو این بازی THG به دست بیارید و از اون برای خرید آیتم های توی بازی یا معاملش با پول نقد واقعی استفاده کنید. تتان آرنا روی هر 2 تا دیوایس های iOS و اندروید هم
قابل دسترسیه. بازی سوم اصلا احتیاج به معرفی نداره. هر کسی که یه ذره تو دنیای NFT و متاورس فعال باشه اسمشو شنیده. بازی دیسنترالند از تعداد بسیار زیادی زمین تشکیل شده. شما میتونید تو اون زمینا ساخت و ساز کنید و بستری برای بازی دارید. نکته جالب راجع به این بازی اینه که به اندازه خلاقیت شما وسعت داره. چقدر خلاقیتتون وسعت داره، همونقدر این بازی براتون میتونه مفید باشه. این یکی خیلی بازی خفنیه، کریپتو کیتیز، یه بازی بلاکچینی و از قدیمی‌ها. سال 2017 توسط اکسیوم زن هم راه اندازی شد و روی بلاکچین اتریوم ساخته شده. این بازی خیلی بانمکه. شما میتونید یه سری گربه داشته باشین که این گربه‌ها خب طبیعتاً NFT ان و هر کدوم یه سری ویژگی خاص خودشون رو دارن. بعداً میتونید این گربه ها رو با کس دیگه‌ای با هم به اصطلاح خودمون جفت بندازید و توله های گربه رو که مختص خودتونه داشته باشید. و نکته جالب این که هر گربه همونطور که گفتیم مشخصات خاصی داره که بنا به نادر بودن هر کدوم این مشخصات ممکنه گربه شما بسیار گرون هم باشه. رقم هایی که تو این بازی معامله شده و گربه هایی که معامله شدن چند صد هزار دلار هم قیمت داشتن. مگه میشه کسی هم باشه که اسم سندباکس رو نشنیده باشه؟ سندباکس یه بازی خیلی مهمه که تقریبا از نظر ماهیت شبیه دیسنترالنده. یه محیطی طراحی شده که شما با انجام وظایف خاصی که بازی برای شما تعیین کرده میتونید توکن سند رو به دست بیارید. خب توکن سند هم که طبیعتا مثل همه توکن های دیگه قابل معاوضه با پول رایجه. یک بازی با یک محیط متاورسی بسیار بزرگ که کاربرای بسیار زیادی هم داره. بازی استار اطلس که قبلا هم تو ویدیوهای دیگه معرفیش کردیم. یه بازی فوق العاده با کیفیت بسیار بالا و موضوع کاوش در فضا. جذابیت این بازی انقدر زیاده که شما باورتون نمیشه و توانایی انجام اکثر کارها رو در فضای این بازی خواهید داشت. کیفیت این بازی فوق العاده بالاست و همونطور که تو تصویرم داریم می‌بینید فوق العاده واقع گرایانه است که محیط سفر بین کهکشان‌ها رو به شما نشون میده. درسته که تو ویدیو گفتیم که راجع به 6 تا بازی می‌خوایم صحبت کنیم، اما به عنوان حسن ختام و یه پایان خوب برای ویدیو بعد نیست که به یه بازی دیگه هم اشاره کنیم. بازی سوراری، یه بازی که خیلی هم سر صدا به پا کرده و خیلی هم دارن بازی میکنن. یه بازی فوتبالی انیمیشنی و کارتیه که شما میتونید خرید و فروش و مبادله کارت‌های بازیکن‌ها رو تو این بازی انجام بدید. همچنین تو این بازی مسابقات فوتبال برگزار میشه که شما میتونید با تیم خودتون تو شرکت کنید. هیچ محدودیتی هم شرکت کردن تو این مسابقات نداره. شما میتونید بازیکن‌های قوی‌تر خریداری کنید تا بردهای بیشتری هم به دست بیارید یا بازیکن‌های خیلی رده پایین. نکته اینه که این بازی بسیار گرونیه.